جدی رقابت رو لیولسی مقابل پهلوانی اسپانی با موفقانه انجام داد که این لحظه رو تنها ما یک فرصت توانستیم که منظور شما کنیم. محمد جان عبدالجلیل زاده پهلوانی جوان و امیدبخش تاجیکستان به میدان آمد. با ایراشویلی از گرجستان ورزشگری ما نیروسنجی میکند. شادمان رضایف و محمد جان عبدالجلیل زاده اینها در وزن 81 کیلو میدانداری میکردند و با مرور وقت وزن تغییر یافت، مسئولیت دیگر شد. بکر ایراشویلی 22 سال دارد، همسال محمد جان است، اما در کارنامه ورزشیش یگان رویداد خوب و جالبی به قید گرفته نشده است. باری 14 است که به عرصه بین المللی قدم می‌نهد. امکان پذیر است، چرا نه ما باید هراس نداشته باشیم و در میدان و خصوصا در این لحظات تاریخی که بسیار هم هواداران عبدالجلیل زاده ناوکک به سن 20 قدم می‌نهاد، رقیبش 22 سال است. مهم اینجا هنر است، مهارت است، استعداد است. نفوذ ورزشگران هم در رده‌بندی قریب که برابر است. محمد جان باری 17 است که قدم به عرصه بین المللی می‌نهد در چنین مسابقات نفوذ جهانی داشته گرند پری و گرند اسلم. از قهرمانی آسیا یک مدال نقره و یک برنجی دارد. جوان 20 ساله کبودپوش تاجیکستان. یک حرکتی ورزشگری ما اما معلوم است که کار برای خاتمه این اصول چندان مناسب انجام نمی‌یابد. محمد جان یک صدای به گوش میرسد، صدای مربیش هست. فکر میکنم که باید رفتی سبقت را شدت دیگر بخشد. عزت خدای صدایش بلند میگردد و بیاید یک بار دیگر متوجه میکنیم که محمد جان اکنون در این لحظه چی کارو بیشتر ما تو جای میدانیم. محمد جان اکثری تلاش مبارزش در حیات جوانان خیلی نتیجه بخش. بسیار هم کوششی محمد جان یک بار دیگر، اما ببینیم مخلصان حتی از هیجانی که بسیار هم فضا را متنتن کرده ایستادن این لحظه دیر انتظار که پرتاس انجام یابد، چون که نفر سیوم است از تاجیکستان که در وزن تا 90 کیلو به ناکامی روبرو میگردد. هم کامرانشاه، هم شادمان رضایف و هم محمد جان عبدالجلیل زاده. اکنون محمد جان حالا کارش راستی بد نیست، خیلی خوب کرد، فشار آورد و رقیب رو 2 بار اینجا هم برگه زرد دادن، یعنی شیدا. خیلی خوب است فشاری محمد جان. باز یک بار دیگر اگر خوبتر اینجا هم جالبتر صورت گیرد، شاید اینجا پسیوی دستی چپی ایراشویلی اندکی آسیب دید در لحظه استفاده اصول سر کیف محمد جان. حالا انتظار میشویم. بله. مربی محمد جان عبدالجلیل زاده را از آن موقعش بیرون کردن. صدایش بیشتر بلند بود که این بر رفتی مسابقه تاثیر دیگر میرساند. مبارزه ادامه مییابد. 2 دقیقه دیگر وقت هست. محمد جان باید که از نظارت کردن این لحظه ها فارغ نباشد، چون که مکتب قوی جودوی گرجستان خیلی در اروپا شهرت یار است، حتی در جهان هم گوییم جای اشتباه نیست.
اوه بسیار اکنون مخلصان هم با یک صدای خیلی متنتن ایدرو باز هم ایدرو شهامت دیگر دادن. فشارهای محمد جان عبدالجلیل زاده ثمر آورد و نهایت شیدای سیوم رو به ورزشگر گرجستانی دادن به ایرشویلی و محمد جان عبدالجلیل زاده پهلوان 20 ساله تاجیکستان. در این پهلوانی چه خیرو هم دوچاری فشاری زیاد کند و تاسف چی باید کرد؟ از شادمان امیدواری ها داشتیم چون گفتیم وزنش تغییر یافت. این دیگر سخن است، تقویت استعدادش در یک مرحله کوتاه دیگر. محمد جان عبدالجلیل زاده با خلعت سفید به میدان برآمد و اکنون لیوالسی از فرانسه رقیب پهلوان ما پاول لیوالسی. رسیدن لازم نیست، فکر میکنم با این چهره محمد جان ما گوشتین خوب میگیرد، چون که از حسابیان نتایجی که ما دیده دختیم در صحافت ورزشیش امکان پذیر است، امکان پذیر است که با این چهره هم گوشین خوب گیرد، امیدواری های ما رو بیشتر سازد. محمد جان مدال های نقره و برنجی قهرمانی آسیا را در میان جوانان دارد. وزنش که تغییر یافت که برای قوی کردن تجربهش وقت لازم است. لیوالسی ورزشگر فرانسه در دور اول نماینده اسپانیا را مغلوب کرد و پهلوان ما ورزشگر گرجستانی را ایرشویلی را از حساب فشارهای پای در پای ورزشگری ما شیدای سیوم بر رقیب محمد جان دادن. اینجا وضعیت را در استفاده اصول بوغی کار در زمین لیوالسی اندک مشکل تر کرد، اما خوشبختانه محمد جان از این حالت رها یافت. دوری جستن لازم نیست. فاتح محمد جانوف اشاره میکند که این طرز گوشتینگیری خطر دارد و واقعا چنین هم شد که محمد جان رو باز هم شیدا دادند. یک قدم دیگر اگر محمد جان همین لحظه همین دور رو با پیروزی انجام دهد، آنگاه امکانیت خیلی خوب برای پهلوان ما فراهم میگردد، چون که در مرحله 4-1 نهایی قرار میگیرد و امکانیت برای ادامه سبقت‌های حساس تاریخی جهتی به دست آوردن جایزه‌های افتخاری بیشتر میگردد. اما خطر دارد این طرز گوشینگیری محمد جان عبدالجلیل زاده کمی باید با جرأت‌تر گوشتین گیرد، خود را وانمود نسازد که در این لحظه ها خستگی دارد، چون که خطر بیشتر این دو شیدا است. از سری آسین درستتر داشته است و اینجا همکنون کشناکی هوا دادن لیوالسی از استثنا دور نبود. محمد جان این وضعیت رو برطرف کرد، پایش رو اگر بیرون کرده تواند. اینجا هم فشار به خاطر استفاده همان حالتی با تخته پشت نگاه داشتن یا بوغی کردن امکان پذیر است. با پیش رفتن در کار اندکی دیگر، اندکی این کاری دیگر، انا این نشاط و خرسندی را به قلب‌های تماشابینان و به این هواداران گوشتین جدای در تالار بوده محمد جان عبدالجلیل زاده آورد. آفرین، جوان 20 ساله تاجیکستان بسیار هم سر وقتی این عمل بوغی کردن رو خوب استفاده کرد، رقیب رو تسلیم نمود، در دور دوم ظفر یافت
برنده مدال نقره و برنجی قهرمانی آسیا در رشته جودو محمد جان عبدالجلیل زاده و واقعا هم این چهره امروز ثابت کرد. امروز از صداقت و صمیمیت وطنداری خیلی خوشحال و سرفراز است. خاکسار، کم سخن و آرام طبیعت. بیاید یک بار دیگر ببینیم ما علت کارهای همون پرتری رو اندک پیشتر گفته بودیم و محمد جان یک بار دیگر ثابت ساخت که بله در تاجیکستان هم ملکه آهسته به عملهای کار در زمین توجه علاهیده دارند و مخصوصا آن مرحله های تیاری فدراسیون جودوی مملکت و برنامه های مشخصی که از جانب رهبریت فدراسیون در 2 سال اخیر طرح ریزی گشته ایستادند علاکه ثمره‌اش خوب بر عیان میگردد. ما دیروز هم با کارشناس ناصر بازاروف نقصی همان عملهای کار در زمین رو هم یادآور شدیم. امروز محمد جان راستی همه این گفته ها رو یک بار دیگر مکمل ساخت. آفرین. اولین پیروزی ورزشکاری تاجیک در استفاده عملهای پرتری خیلی جالب و عالی و شایسته و ارزنده این لحظه و فرصت میبراید یکی از چهره های جوان و امیدبخش جودوی کشور محمد جان عبدالجلیل زاده با ورزشگر برزیلیا مارسلو گومز روی تاتمی برآمدند و در مرحله بعدی امید ما این است که او در نیم فینال با کلامر آزمایی میکند و انتظار نیروسنجی محمد جان عبدالجلیل زاده با رقیب برزیلیاش میشویم که چگونه در برابر این ورزشگر شناخته وزن 90 کیلو این چهره جوان امیدبخش جودوی مملکت هنرنمایی میکند. خب یک کوشش از جانب پهلوانی ما سریزونو نشست و میبینیم که حالا وضعیت همونو و مثل قبلتر و مثل آغاز همونو صفر است. یعنی نتیجه ها حالا برای ورزشکاران دیده نمیشوند. تنها کوشش میکنند، تنها به حمله میروند ولی حمله اونها انتها نمییابد. دیگر بار گوبش رو میبینیم که از هلوک بیرون استفاده کردنی شد و همونو به نتیجه است. سری آستین داشته است. عبدالجلیل زاده هم اینجا خوب دفاع میکند. ببینید باید قاید نماییم که محمد جان عبدالجلیل زاده اولین مسابقه او با حساب می رود گراند اسلام دوشنبه که او در وزن 90 کیلو هنرنمایی میکند و اینجا یک حرکت کار در زمین از جانب مارسلو گومز با چشم میرسد و او در حالت انمون پرتری میخواهد که ورزشگر ما را در حالت استحکامی نگاه دارد و این مشکلی رو هم محمد جان پشت سر کرد و اینجا قید کرده ایستاده بودیم که محمد جان عبدالجلیل زاده اولین مسابقه او با حساب می رود گراند اسلام دوشنبه که او در وزن 90 کیلو هنرنمایی میکند. تا این دم او در وزن 81 کیلوگرم هنرنمایی میکرد و میان جوانان هم مدال نقره در جام آسیا را دارد و اینجا هنرنمایی او خوب است در روز سیوم گراند اسلام دوشنبه. خوب البته وزن رو دیگر کرده است و امروز در وزن 90 او رو ما میبینیم و این اولین گراند اسلامی او هم در این وزن است و هم در سال 2024. آخرین گراند اسلامی او در توکیو بود ماه دکبر که اونجا هم نتیجه به دست آوردن نتوانست. دیگر بار پهلوانان با هم میآیند در مرکز میدان از گریبان خوب داشته است و میبینیم که اینجا خوب حمله میکند عبدالجلیل زاده ولی در حال حمله او هم برطرف شد از جانب رقیب. دیگر بار رقیب اکنون عبدالجلیل زاده دفاع میکند و خوب است که در حالت دفاع بسیار هوشیار و ذکی است محمد جان. محمد جان در رقابت اولینش ایرشویلی از گرجستان را ناکام کرد و در مرحله دوم با پهلوان فرانسه لیواسلی رقابت نمود. پاول لیواسلی را هم در دور دوم
شکست داد و با این مرحله رسید و همین طور با یکی از چهره‌های سرشناس این وزن مارسلو گومز هم قوازمای ارزنده نشان داده ایستاده است و هنرنمایی شایسته به نظر می رسد و در ادامه هم میخواهیم که مثل همون دو سبقت اولی داشتهش محمد جان یک نتیجه ارزنده را بر سود خود به انجام میدهد و به مرحله نیمه نهایی میرسد. اکنون یگانه امیدی ما است محمد جان در وزن 90 کیلو. ما امروز متاسفانه شاهدی آن گشتیم که پهلوانانی که از اونها هم البته ما امید و انتظاری های نتیجه بوده، مخصوصا کامرانشاه استوپیریان اینچنین شادمان رضایف، ولی اونها باعث تاسف است که در دور اول در مرحله مقدماتی شکست خوردن و البته یک نفر دیگر هم در وزن 90 کیلو است پهلوانان ما بود. اکمل مرادov او نیز شکست خورده است و اینجا میبینید که عبدالجلیل زاده هم یک کوشش خیلی خوب انجام داد، سر زانویش از دو مرتبه رقیب را فشار داد، ولی حالا کار در دفاع برای پهلوان برزیلی خوب انجام یافت. دقیقه آخری آزمایی هم پشت سر شده ایستاده است و تا این لحظه هر دوی این پهلوانان تلاش کرده ایستادند و تا به حال برای هر دو هم امکانی به دست آوردن امتیاز دست نداده است و کوشش ها از جانب محض ورزشکار ما زیاد به چشم میرسد و او میخواهد هر چی زودتر هر چی بیشتر تلاش کند و اصول انجام بدهد و کسب امتیاز نماید و اینجا هم یک اصول رو میخواست محمد جان انجام دهد و رقیبش هم میخواهد که در برابر او ایستادگی کند و 12 ثانیه دیگر تا انجام وقتی اساسی باقی مانده است و هر دو هم کوشش به خرج میدهند و اینجا دیگر باره یک پرتافتی زیبا را اینجا میخواست محمد جان انجام بدهد و خوب است هنرنمایی های او زیبا به چشم میرسد. ولی دوستان ببینید که دیگر باره اینجا اکنون اینجا کم خوف هم بود، سر هم قریب بود که به زمین میرسد و اون حالت هم کمی مرکب، ولی عبدالجلیل زاده در عمل خود بسیار استوار و ماهرانه کار را انجام داد. اینچنین اکنون میبینیم که کار در لحظه گلدن سکور ادامه مییابد. دقیقه اول ببینیم که دقیقه اساسی این دیدار مساوی انجام یافت، هیچ کدام از پهلوانان با ببینیم که زور نآمدند و دیگر باره سر زانو می نشیند. اکنون پرتافتی خطا نکنم مراتبه قریب که پنجمی سر زانو نشستن های عبدالجلیل زاده رو میبینیم و البته که حالا محمد جان از همین کار بیشتر امید دارد. به خاطر کمکاری هم داور با ورزشکار برزیلی علیه آگاهی اول را نشان داده است و اینجا حرکت های عبدالجلیل زاده خوب به چشم میرسد و در چهره مارسلو گومز هم خستگی زیاد به چشم میرسد و از کنار فتح محمد بیکوف و محمد جان عبدالجلیل زاده هم توصیه میدهد که او هوشیار باشد در برابر این پهلوان برزیلی و هنرنمایی هایش تا این لحظه خوب است و امید داریم که تا به فرجام این آزمایی هم محمد جان هنر شایسته نشان میدهد و همین گونه رقابت را ادامه میدهد و اینجا مخلصان هم بهر دستگیری او با صدای همان گویم که قوا میدادگی اشان یعنی نیرو میدهند با او و دستگیری میکنند او را. خوب نشست جای ها هم امروز خیلی مولومول است. میبینیم انقریب جای خالی در یگان کرسی ما نمیبینیم و این چنین به نظر میرسد که تماشابینان راستا ایستاده از پهلوانان ما گویم که مخلصی میکنن و اونها را روح بلند و گویم که انگیزه میبخشند. هر دو هم بسیار هم خسته و نمود میشوند و شیدوی دویم برای گومش خیلی تهدید میکنه. ببینید یک پرتافتی بسیار عالی و این دوستان عزیز انتهای کار برای گومش است. پهلوانی متوانست این پرتافتی خود را بالاخره
بسیار مجلا انجام بدهد و موفق بگردد. احسنش میخونیم. در حقیقت اینجا ارزنده هنرنمایی کرد محمد جان عبدالجلیل زاده و راه میگیرد به مرحله نیمه فینالی وزن 90 کیلوگرم در گرند اسلم دوشنبه. واقعا شایسته هنرنمایی کرد، ارزنده هنرنمایی نمود و طبع مخلصان را در اینجا بسیار بولیده گردانید و الکی امید هم هست که محض او یکی از فاوریت ها در این وزن به حساب می رود و با همون آمادگی جدی و با یک تاکتیکا و تکنیکا و تیاری بسیار هم عالی وزن خود را عوض کرد و با این وزن گذشت و اینجا قهرمانیش را در اولین مسابقه اشتراک میکردش در وزن 90 کیلو نشان داده ایستاده است. واقعا ارزنده هنرنمایی نمود محمد جان عبدالجلیل زاده که در این مرحله مارسلو گومز یکی از پهلوانان شناخته وزن 90 کیلو را از برزیلیا از صدر راه دور کرد. خب اکنون نسلی تاجیکستان محمد جان عبدالجلیل زاده. Tatami won the winner of the semi-final in white category representing France, Teddy Riner. Teddy Riner goes to the final. Bachanek will compete for the bronze. Preliminary contests, all tatami 1 are finished. در tatami 1 رقم‌ها به انجام رسیدند. هنرنمایی ارزنده نشان داد و در برابر این چهره هم رقابت را ادامه می‌دهد و کوشش‌ها هم از جانب او محض زیاد به چشم می‌رسد.
خوب کوشش ها البته به چشم میرسن، ولی کمی خستگی هم در چهره محمد جان وانمود شده است، چون فشار پهلوانی 30 ساله اینجا البته که احساس می شود و باید از جا برخیزد، چون دوشیدو دارد و گوشتین بگیرد. هر دو اکنون دوشیدو دارند و نیروی تازه. ببینید یک سری زانو نشستن های خوبی محمد جان اینجا باز دیده می شود. هر دو دوشیدو دارد و بعد از شیدوی نوبتی که با پهلوان کلیمرت نشان داده شد، عبدالجلیل زاده روحیه خوب گرفت و در حال با یک نگاهی آتشین و یک نیروی بسیار هم بالیده به طرف رقیب حمله کرد و چنگال گرفت. ولی نکروز اینجا کوشش ها زیاد است از جانب محمد جان و کوشش هم کرده ایستاده است که فعالی رو بیشتر کند و اینجا یک سرزانو نشستنی و دیگر باره در برابر کلامرت انجام می‌یابد و گرچنده که تا به حال نشستن های اون نتیجه نمیدهد و فکر میکنم که و اینجا داور در حالت مته گویم که رقابت رو باز داشته بود و کلامرت یک اصول رو انجام داد که حسابیده نمی‌شود. انا ببینید که اکنون بسیار هم همون فشار پهلوانی ما زیاد میشود، ولی فاصله رقیب نیز دور میشود. این خمسو که مکی است متاسفانه پهلوانی ما این نوبت در مرحله نیم فینالی شاهد پیروزی نمیچشد و او البته امکان دارد که این شام برای به دست آوردن نشان برنجی نام خود را در گرند اسلم دوشنبه با حرف‌های خوب بنویسد. در اولین اشتراک در وزن 90 کیلو در گرند اسلم محمد جان عبدالجلیل زاده درخشش عالی داشت و همون اظهار ناراضگی او است که در اینجا او ناراضی است از همون قرار برآورده داوران، ولیکن این همکنون ما بر رقابت مهم این شام در وزن تا 90 کیلوگرم میرسیم. رقابت ها میان همدیگر 0 بر 0 است. محمد جان عبدالجلیل زاده پهلوان 20 ساله تاجیکستانی با جداگی کبود بر مقابل پهلوان 27 ساله یونان اندر میدان می شود. این باشد لوبومیر پیتر از استرالیا داور این رقابت است. خوب، تلیدیس تئودوروس پهلوان 27 ساله اشتراکچی 6 مراتبگی چمپیونات جهان دارنده نشان طلای گرند اسلم تاشکند 2024 در اکران های ما و شما بود و همین قرصک های مخلصان به خاطر برآمدن محمد جان عبدالجلیل زاده پهلوان 20 ساله تاجیکستانی است که بسیار هم امروز درخششی خیلی عالی داشت در چمپیونات آسیا و اقیانوسی میان جوانان نشان نقره داشت. سال 2021 و سال 2023 در چمپیونات آسیای جوانان با گرفتن نشان برنجی هم مشرف گردیده بود. در گرند اسلم ها بار چهارم است که پهلوان ما حضور پیدا کرده است و اکنون توجه میکنیم که بر مقابل حریفش چگونه هنرنمایی میکند. تلیدیس تئودورو سفید پوش از یونان محمد جان عبدالجلیل زاده با جداگی کبود پهلوان جوان تاجیکستانی که اولین رسش ها خیلی خوب است، پایزنی عالی داشت. اینجا عبدالجلیل زاده بیشتر موفقیت های عبدالجلیل زاده با همان سئو نگی بود، اصولی که خودی او میگوید مقبول من است. حتی پدرم با همین اصول رقیبان را شکست میداد، اشاره کرده بود در یک مصاحبه. عبدالجلیل زاده با همان اصول امروز خیلی خوب درخشید و یک چیز رو باید فراموش نکنیم که از وزن 81 به 90 گذاشتن محمد جان عبدالجلیل زاده فرصت زیاد را طلب میکند، اما امروز اثبات کرد که او آماده است تا به مرحله نیمه نهایی راه یافتن محمد جان عبدالجلیل زاده هم به سبب نبود. سریاستید می‌دارد و بعداً پایزنی های بسیار هم خوب از جانب عبدالجلیل زاده. و اینجا اکنون شیدو به هر دو اکنون این شیدو یک تکان دیگر میبخشد تا پهلوانان هر دو فعالتر و بیشتر هنرنمایی کنند. محمد جان عبدالجلیل زاده در برابر آنی که امروز در رشته جودو موفق است تمرین میکند، همین حالا فشار
تسلیدیس رو میبینیم. دانشجوی بخش سوم دانشگاه ملی تاجیکستان است. در بخش اقتصاد جهانی تحصیل میکند، اقتصاد جهان، و این هم محبت مخلصان و هنر پهلوانان است. خوب، محمد جان عبدالجلیل زاده امروز چون گفتیم درخششش عالی بود، رقابت را از گروه بی شروع کرد. بکر اراشویلی از گرجستان را در دور اول شکست داد. بعدا پاول لیوالسی از فرانسه را ناکام ساخت. یک حرکتی سلیدیس که بسیار خطرناک بود اینجا، اما با سر آمدن محمد جان خیلی خطرناک بود. اگر همین حالت را آرام به اینابت نگیرند شاید خوب می شود. خب گفته محمد جان در مرحله بعدی، در مرحله چهار، یک نهایی مارسلو گومز برزیلیایی رو با یک پرتافت خیلی عالی ناکام ساخت و به دور نیمه نهایی اومد که آنجا از داوید کلیمکرتی چخی که یکی از مدعیان به حساب می رود با شیدو شکست بود. امروز عبدالجلیل زاده از حساب رقابت شکست نخورده است. با 3 شیدو گفتیم در مرحله نیمه نهایی ناکام شد و مستقیما اکنون امکان پیدا کرد برای مدال برنجی مبارزه برد. حالا که درونه اینجا از جانب تسلیدیس، اما عبدالجلیل زاده موقعیت را دیگر میکند برای بوغی کردن. تا کجا موفق می شود؟ نه نتوانست. عبدالجلیل زاده زیر راهبری عزت خداییوف یکی از مربیان جودوی میهن هنرنمایی میکند و حالا باشد فاتح محمد بیکوف اشاره میکند به عبدالجلیل زاده که چگونه باید هنرنمایی کند. شیدای دوم را هم به پهلوان ما میدهد. لوبامیر پتر از استرالیا داوری مرکز و این چیز اکنون باید فعالی پهلوان ما رو بیشتر کند، اما متاسفانه این حرکتی که تسلیدیس داشت امتیاز وزری را کار میکند. چگونه موقعیت رو اینجا میگذارد به حریفه. این حالت میتوانست که دفاع خوب کند پهلوانی ما، امکان نمیداد باید به حریف، ولی تسلیدیس فرصت پیدا کرد و پرتاخت نمود. تسلیدیس گفتیم نشانی طلای گرند اسلم تاشکند را مهمات سالی جاری دارد و 2 مرتبه با گرفتن مدال برنجی در قزاقستان سال 2023 و در تیفلیس سال جاری سال مهمات مشرف گردیده است و تجربه بیشتر هم دارد. 24 مرتبه است که در گرند اسلم ها شرکت میکند و فشار او را ما همین لحظه ها میبینیم. ثانیه های خیلی کم موندن برای عبدالجلیل زاده. میتواند که این ثانیه های باقی مانده را ثمراناک استفاده کند. شانس هست. همین حالتی که وزری بهاگذاری شد و خیلی تأسف آور است برای پهلوان ما. هرچی بود دیگر توکل کردن لازم است برای عبدالجلیل زاده. موقعیت خیلی موافق است، پرتاب لازم است. پان مبارک باشد و این شروع شوقی مخلصان رو برپا میکند. بسیار هم خوب درخشید در همین حالت و اشک شادی هم میریزد. محمد جان عبدالجلیل زاده پهلوان 20 ساله تاجیکستان که باری اول اکنون از مسابقات گرند اسلم نشانی برنجی را به دست میارد. اشک شادی است البته در چشمان عبدالجلیل زاده. خیلی واقعا در همین حالت ثانیه های پایانی را سری وقتی استفاده کرد. گویا که گپی ما را شنوید. ما اشاره کردیم که هرچی بود باید توکل کند پهلوان جوان ما و خوشبختانه توانست که درخششی عالی داشته باشد و ببینید چگونه احترام میگذارد به رقیب. البته خصلت و رفتار محمد جان عبدالجلیل زاده در حیات هم همین گونه است. بسیار هم یک به قول بچه با احترام است و امروز توانست که به یک نتیجه بسیار هم ارزنده دست بیاورد و این هم آغوش فاتح محمد بیکوف یکی از مربیان خوشنام ما که برای
روی گلیم آوردن پهلوانان ما در گرند سلم بیشتر می آید. واقعا یک نفس تازه میکشیم اکنون بعد این پرتافتی خیلی عالی عبدالجلیل زاده محض به خاطر پرافشانی همین پرچم زیبای ما بود. با آخر فشار را آورد و یگان فرصت نگذاشت به حریفش. البته میخواست امروز عبدالجلیل زاده حتی ارزنده برآمدن به مرحله نهایی بود. برای مدال طلا باید مبارزه می‌برد، اما گفتیم شیده‌های پی در پی او را ناکام ساخت. اما مهمتر از همه امروز دست خالی در میدان دوشنبه عزیز نماند و توانست که نشان برنجی را به خزینه دستاوردهای ورزشی میهن بیارد. خب اکنون دو نفر موفق این وزن نشانهای برنجی را مال خود کردند. بعد از چند لحظه توجه میکنیم به نبرد پهلوانان موفق دیگر که برای مدال طلا مبارزه میبرند.